اگه تلفنت کند شده درست کار نمیکنه، برنامه رو دیر باز میکنه یا دیر بسته میکنه، بیایید تنظیمات رو که من به شما نشان میدم فقط انجام بدید. گوشید مثل روز اول تند کار میکنه و به صورت زیاد، دیگه مشکلی کندی گوشید رفع میشه. برای انجامش کافی است میرید تنظیمات. زمان تنظیمات باز کردی میای پایین در بخش درباره تلفن باز میکنی. درباره تلفن که باز کردی می در بخش اطلاعات نرم افزار رو باز میکنی. می در بخش شماره ساخت، بالای شماره ساخت چند بار کلیک میکنی تا برنامه کدنویسی فعال گردد دیگه گوشیتون. زمانی که کلیک کردی دوباره برمیگردی کم پایینتر از درباره تلفن میش گزینه های تهیه کننده فعال میشه، یعنی ساخت برنامه‌نویسی فعال میشه. در اینجا بیای میتونی بیای پایین بیای تا بخش مقیاس پایان‌نمایی پنجره رو ببین. این با مقیاس 0.5 انتخاب کنی، مقیاس پایان‌نمایی انتقالی رنگ 0.5 انتخاب کنی، مقیاس طول مدت انیماتور هم 0.5 انتخاب میکنه. زمان انتخاب کردی از برنامه خارج میشه. ببین صورت قبلا خیلی تکون کار می‌کنه.